دوباره برف آمد بر ناحیه مسجد. طبق وعدگی پروگنوز پگودا اولش بخواست الله و همین علمی آب و هواشناسی وعده کرده بودند که روز شنبه از سر تا بیگانی برف میبارد. که طول 1 ساعت است که برف بارده ایستاده است در همین منطقه یکم چسکه. خدا کند که این برف برای مردم دهقان یک فایده آورد تا اینکه حاصل های خوب را امسال از زمین ها بردارند. خدا همه را نگهدار باشد. ویدیو معقول باشد حتما فکر و اندیشه نیکی خودتان در زیر کامنتار میگذارید دوستو.